خیلی اینا با هم بحث کردن اونجا و چالش بدی شد. حتی یکی از بازیکن‌ها یادمه که موقع صحبت کردن اشک میریخت و صحبت میکرد. این رسم به ویژه در ایران، دو نفر توی خیابون، توی خانواده، توی تیم شروع به بحث کردن میکنن و بحثشون خیلی جدی میشه، یه نفر پیدا میشه که میگه آقا صلوات بفرستین، ختم به خیرش کنین. این یکی از بدترین اشتباهاته. چرا؟ چون خیلی از سوالات و چالش‌هایی که توی دو طرف بوده مرتفع نشده. در حقیقت ما یه سرپوش گذاشتیم رو. من یادمه روز بعد از یک مسابقه مهمی که در جام ملت‌های آسیا داشتیم، در حقیقت جلسه تیم بود، بازی حالا مساوی شد، دو نفر با هم بحث کردن جلوی همه بچه‌ها. من روز بعد در جلسه تئوری که داشتیم گفتم که شما بحث کردین موضوع چی بوده، جلوی همه توضیح بدین. ببینین اتفاق چون جلوی تمام بازیکن‌ها افتاده بود، منم از اونها خواستم که جلوی تمام بازیکن‌ها توضیح بدن. این خیلی مهمه. خیلی اینا با هم بحث کردن اونجا و چالش بدی شد. حتی یکی از بازیکن‌ها یادمه که موقع صحبت کردن اشک میریخت و صحبت میکرد. یه فضای خیلی سنگینی اول فرما شد، ولی چند ساعت بعد اصلا تیم شاداب و سرحال شد و از اون جالبتر این بود که این دوتا بازیکن بعد از این اتفاق به شدت با هم رفاقت بیشتری پیدا کردن و به هم نزدیکتر شدن. بذارید حرفایی که تو دل بازیکن‌ها هستش زده بشه، چون اینو اگر بمونه شبا خوابشون نمیبره و دائم دارن فکر میکنن، میجنگن و صحبت میکنن و حتی در بازیشون تاثیر میذاره. از بحث کردن بازیکن‌ها و اینی که وارد چالش بشیم نترسیم، هرچند که این زمانش خیلی مهمه و حداقل باید یکی دو روز تا مسابقه فاصله داشته باشه تا اون فرصت بازیابی به بازیکن‌ها و مربی‌ها داده بشه.